سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک. دوستان سلام، یه بار دیگه عید همتون مبارک. از قدیم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. حالا هم از همین طوفانی که به راه افتاده و حمامه آخوندا رو پریشون کرده میشه تا ته سالو خوند. اگه یادتون باشه اواخر سال 93 بود که علی گدا و باقی جونورای حکومتی واسه در بردن خودشون از مهلکه مصیبت ها شروع کردن به فوت کردن تو بادکنک صدور تروریسم. حفظ نظام از اوجب واجبات است. خب این تفکر که تفکر بسیجی است و امام بزرگوار ما این را در ایران اسلامی خلق کرد، این صادر شده. این تفکر در لبنان دارد فعالیت می کند، در عراق دارد فعالیت می کند، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور. معلوم سید علی بست و زده بوده و همینجوری داشته واسه خودش تو عالم هپرود بافندگی میکرده. بدبخت فکر میکرده با بادکنک بازی میتونه بسیجی ها رو پنچرگیری کنه. از اون طرف این سرپستار مشنگش هم اومد وسط معرکه تا اینجوری هارت و پورت کنه. پاسدار جعفری سرکرده سپاه: پیروزی‌های اخیر حوثی‌ها در یمن تجلی دستاوردهای انقلاب اسلامی در خارج از مرزهاست. یادتونه چجوری به دلشون سامون میزدن؟ این یکی از دستاوردهای نظام در خارج از مرزها میگفت، اون یکی از مرزهای گشاد شونده نظام ولایت که تا مدیترانه رفته. یه روزی مرزهای ما شلمچه بود، حاج عمران بود، مهران بود. امروز مرز ما ساحل مدیترانه است. امروز یمن داره شعار اسلامی و انقلابی میده. اما هنوز بادکنک عظما کامل باد نشده بود که ناگهان شطرق ترکید. به محض اینکه صدای هواپیماهای ائتلاف عربی بلند شد، آخوندا زدن گاراژ و به جای دم زدن از مرزهای ساحل مدیترانه شروع کردن به جلز و ولز و عجزالآبه و که آی منطقه سوخ، منطقه از دست رفت. خانم افخم افزود توسل به اقدامات نظامی علیه یمن که درگیر بحران داخلی و مقابله با تروریسم است، موجب پیچیده تر شدن اوضاع و گسترش دامنه بحران و از دست رفتن فرصت‌ها برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات داخلی یمن خواهد شد. این وسط از همه دیدنی تر قیاف این یارو ممجواد زخیمه. پیچ و تابش پشت میز مذاکره کم بود، حالا بالبال زدنش وسط ائتلاف منطقه‌ای هم اضافه شد. ببینید چه ادا و اطفاری در میاره. هر کی ندونه فکر میکنه طرف وزیر امور خارجه یمنه. اقدامات نظامی، مخصوصا اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد. همونجور که در چندین ساعت گذشته دیدیم تعداد زیادی از مردم صنعا شهید شدن، از غیر نظامیان کشته شدن در این بمباران ها و لذا لازمه که هرچه سریعتر اقدامات نظامی پایان پیدا بکنه و گفتگو برای پیدا کردن راه حل شروع بشه. بعدم نوبت میرسه به آبگوره گیری این بوزقلمون ولایت تو جمعه بازار دیروز که میگه هیچکی دخالت نکنه تا عظما بتونه راحت به یمن خودی خودش ادامه بده. حالا یک ائتلاف مصنوعی که پس قضیه اسرائیل است و امریکا، ولی این حکومت هایی که با مردم خودشون هیچ وقت سازگاری ندارن، اینا مقابلشون با ملت ها ملت خودشون رو هم زودتر
بیدار میکنه. ما این تجاوز و دخالت در امور داخلی یمن رو محکوم میکنیم. محکوم کن، اما این رو هم بدون که نه تنها دوره مفخوری و یمنخوری عظما تموم شده، بلکه باید هرچی از عراق و سوریه و لبنان خورده رو هم بالا بیاره. بله، ورق برگشته دیگه، وقت اضافه هم رو به پایانه. همین روزاست که سود کشیده بشه و خلاص. سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک.